سیاحی در زمان معاصر یکی از سوهای پیشرفته دنیا محسوب می‌یابد. خانه گرداندن طلبات سیاح، جلب نمودن آنها به موضع‌های سیاحی و تاریخی یکی از مسائل‌های مهم به شمار می‌رود. ما امروز با افتخار از استقلال، از آبادی و پیشرفت سرزمین خویش سخن می‌گوییم و باور داریم که هر سیاحی که در این زمان مهمان تاجیکستان می‌شود، او البته شیفته و دلباخته این سرزمین می‌گردد. شهر باختر یکی از شهرهای زیبا، آباد و پیشرفته تاجیکستان عزیز است که سیاحان با میل زیاد به این شهر تشریف می‌آورند. باختر مرکزی ماموری ولایت ختلان، یکی از شهرهای ترقی کرده و پیشرفته کشور است. همه روزه کارهای بنیادکاری در هر گوشه شهر وسعتی تازه میگیرد. در چند سال اخیر باغ و گلگشت ها برای استراحت ساکنان و مهمانان همزمان زیبایی شهر ساخته و استفاده داده شد. این بنیادکاری ها نمای هر یک موضع کشور را زیبا گردانیده سیاحت مهمانان جالبتر خواهد بود. باختر دارای موضع‌های جالبی سیاحی است. مجسمه‌های اسماعیل سامانی، رودکی، جلال‌الدین بلخی، باغ پرچم و نشان دولتی از جمله معروف‌ترین موضع‌ها به حساب می‌روند. شهر باختر باد و هوای فارام و دلنشین داشته در برابر این دارای جای‌های استراحتی زیاد است. گذشته شهر زمانی دور و دراز تاریخ را در بر گرفته قرن‌های گوناگون را روشن می‌سازد. یادگاری‌های تاریخی دلیل با اعتماد تاریخی کهن داشتن این سرزمینند. آثارخانه تاریخ و کشورشناسی ولایت ختلان به نام اوستا در خود نگاره‌های پرارزش را نگاه می‌دارد. این مکان برای معلومات دقیق تاریخی یادگاری‌های زیاد را محفوظ دارد. مهمانان در سفرهای خویش تماشای آثارخانه‌ها را در مد اول می‌گذارند. آنها با گذشته ملت طریق این همه آثار پرارزش آشنا می‌شوند. دلخواه نگار یادگار است از تاریخ و تمدن ما. قرن به قرن روزگار مردم تاجیک با ایجاد هنر و عنعنه‌ها، اشیاءهای گوناگون و البته با هزاران زیبایی‌های دیگر بهر بهبودی روزگار تا به ما رسیدند. دوره به دوره ملت صاحب تمدن تاجیک برای پیشرفت زندگی خویش از دانش و ذکاوت، معرفت و فضیلت استفاده برده روزگار را موافق به طلبات و زمان نموده است. ملت تاجیک با محبت و صمیمیت و احترام به ارزش‌های ملی خود همیشه سعی بر آن نموده است که فرهنگ و تمدن خود را گسترش داده آن را پاس دارد. آثارخانه تاریخ کشورشناسی ولایت ختلان به نام اوستا دارای 6000 نگاره‌های قیمتی تاریخی داشته میباشد که قدیمترین نگاره‌های ما به دوره عصر سنگ تعلق دارد. در آثارخانه برای قبول مهمانان هم داخلی و هم خارجی راهبلدان زبان‌های روسی، انگلیسی خدمت می‌رسانند که آنها می‌توانند مهمانان داخل و خارج را در سطح بلند قبول نموده از تاریخ و تمدن ملت تاجیک به مهمانان خارجی معرفی نمایند. همزمان در آثارخانه ما 3 محفل عمل می نماید که دانستن تاریخ از باغچه آغاز می یابد در بین کودکستان های شهر باختر، دانندگان تاریخ در بین دانشجویان و تاریخچیان جوان در بین مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی شهر باختر ما می توانیم با آنها چاره‌بینی ها برگزار نماییم که شماره عمومی اعضای محفل هایی که من نامبر نمودم زیاده از 80 نفر را در بر میگیرند. همزمان شعبه فوندی آثارخانه ما دوام سال 2021 زیاده از 250 عدد نگاره های تاریخی از شهر و ناحیه های ولایت ختلان ما دریافت نمودیم که از طرف سرمحافظ فوندهای آثارخانه و کارمندان آثارخانه و همه نگاره ها شناسنامه های علمی یعنی پاسپورت نویسنده شده
کتابی به قیدگیری آثارخانه ما آنها را به قید گرفتیم. آثارخانه باشد دارای 6 شعبه و 24 گوشه می باشد که همچون معرفگر تاریخ و ملت تمدن تاجیک ما می باشد و آثارخانه ما همه روزه مهمانان را قبول می نمایند و به مهمانان تماشابینان جوانان علاوه خصوص تاریخ بای مردم تاجیک را ما معرفی می نماییم که ما چقدر تاریخ بای داشتیم و چقدر قهرمانای ملت داشتیم که برای آبادی همین سرزمین عزیزمان سهم گذاشته بودند و تا امروز نام آنها نه تنها در تاجیکستان بلکه آنها در جهان هم میشناسند و در آثارخانه ما باشد همه آن یادگاری هایی که در ولایت ختلان موجود هستند همه آن را در بر میگیرد. صداقت به سرزمین و دیار خود در هر دور و زمان جایگاه و مقام خاص داشت. هر فرد خودشناس این رسالت را با مسئولیت بلند بر دوش گرفته برای حفظ ارزش‌های ملی نقشی بارز گذاشتند. برای نفری که وارد شهر می‌گردد تمام امکانیت‌های سیاحی جالب دقت است. در شهر باختر برای مهمانان داخلی و خارجی شرایط مساعد خدمت رسانی فراهم آورده شده است. مهمانخانه‌ها در شهر زیاد بنیاد شدند و البته این امکان می‌دهد که سطح خدمت رسانی و امکانیت‌های مهمانپذیرایی جوابگو و طلبات معاصر باشد. ساحه سیاحی برای پیشرفت کشور، معرفی تاریخ، فرهنگ و صنعت نقش مهم می‌بازد. امکانیت‌های سیاحی کشور ما در زمان حاضر با مقصد موافق بوده هر یک سیاح را قانع گردانیده می‌تواند. جالبیت‌های طبیعت بی‌نظیر تاجیکستان البته در داخل بیناهای استراحتی و سیاحی باز هم همین گونه با طرح زیبا انعکاس خود را در می‌یابند. به خاطر اون که وقتی که دلخواه نفر سیاح و یا مهمانی که به تاجیکستان عزیز می‌آید لحظه هنگام استراحت نمودن در همین گونه موضع‌ها باز هم بیشتر با ظرفیت‌های خاصی تاجیکستان عزیز آشنا گشته تواند. در خود همین یک موضع ما می‌بینیم که چگونه گل و درختان زیبا و نادر طبیعت ما عالم وحوش در اینجا خیلی هم زیبا جا به جا گذاشته شدند و با این وسیله هر یک مهمان البته تاثیرات خوب و عالی را از سرزمین تاجیکستان با خود برده می‌تواند. در زمان صاحب استقلالی کشور ما به تمام جهان معرفی گردید. ما را سیاحان چون ملت مهمانواز و صاحب تمدن شناختند. بازدید سیاحان از دولت‌های گوناگون در سرزمین ما سال تا سال بیشتر می‌گردد. آنها را تاجیکستان چون کشوری آباد و آسوده خوش می‌آید. سیاحان در شهر باختر سیر و سیاحت خوب نموده در بهترین آشخانه و طربخانه‌ها و موضع‌های سیاحی استراحت کرده می‌توانند. برای جلب بیشتری سیاحان با کشور در هر یک شهر و ناحیه موضع‌های استراحتیش با طرح دلفریب بنیاد می‌گردد. توجه شهروندان داخلی و خارجی برای دیدن موضع‌های جالب و تماشابا به منطقه‌های گوناگون جمهوری می‌افزاید. برای به این کامیابی نائل گردیدن قبل از همه موجودیت واسطه‌های قبول و خدمت‌رسانی‌های سیاحی مساعدت می‌نماید. دیگر عامل مساعدت کننده رشد انفراساختار از جمله بهتر گردیدن حالت راه‌های محلی، خدمت‌رسانی نقلیاتی، بنیاد مرکزهای معاصر سودا، تجارتی، مهمانخانوی و غیره ها به حساب می‌روند.
ҷолибияту зебоии ҳар як мавзеъ албатта меҳмононро писанд меояд. дар ошхонаҳо тарабхонаҳо меҳмонон хӯрокҳои лазизи миллиро истеъмол намуда баҳои олиро ба мардуми меҳмоннавози тоҷик медиҳанд. истиқболи гарми меҳмонон аз хосиятҳои неки инсонист ки мардуми мо аз азал ин самимияту меҳрро дар худ нигоҳ медорад. эҳтирому муҳаббат нисбат ба меҳмонон онҳоро боз ҳам ба ин сарзамин даъват менамояд. сайёҳонро дар баробари мавзеъҳои зебо бо ҳунару анъанаҳо албатта метавон ба ҳайрат овард. маҳсулоти дастии мо бешак кори аз ҳама асли ҳунармандон аст ки асрҳо боз бо шаклу тарҳи дилписанд эҷод мешавад. раҳимҷон ҳамдамов бештари умри хешро сарфи ин ҳунар намудаву санъати кандакориро яке аз санъатҳои қадимаи пурзаҳмат медонад. шуба буридан ҳамин вақти корча қати мебуред пластика гуфтаги як ороқ қати мебуред ки ҳамун намуд пайдо кунад хушрӯ бурояд ҳамин гулҳо ёки мана портрет мекунем. ман 10 портрети классикоя буд кардам рӯдаки саъди классико хел ҳайкалтарош кор мекунам хел шуба тайёр мекунам. ана бисёр композитсияҳои мо ба наққошӣ ҳамун нақшаи гул қати меёбему ваям ҳамин буридан дар кор ҳамин нозу ваяш қати буридан дар кор ки ҳамин композитсия базе бурояд. шубкорӣ майда корӣ лекин ман ором мешавам агар кор кунам. сайёҳҳо биёянд ман як намоиш ташкил мекунам. омода тамошо карданашон мумкин. даже мо кор карда меистем тамошо кунам. баъд намоиши корҳомона экспо 2000 дар олмон иштирок кардаги будам. ман муаллифи чойхонаи миллии худамона кардем омҷа кандакорӣ. ҳамин санъати мо ба тан метиҳанд ки кори дастиай бисёртар табиати зебоии худамонро нишон метиҳем. дар ҳар нақши санъати кандакорӣ рамзҳои миллии мо мақоми хос дорад. ҳунармандон бо эҷоди хеш албатта нақшҳоро дилкаштар меофаранд. дар санъати пурмаҳсули кандакорӣ ҳунарманд чандин нақшро ҷо медиҳад ки дар маҷмӯъ як асари пурраро дар бар мегирад. ин ҳунар бо чандин навъи санъат наздикӣ дорад, аз ҷумла санъати кундал. раҳимҷон ҳамдамов дар ҳунари кундал, кандакорӣ ва албатта рассомӣ маҳорати хуб дорад. ба андешааш ҳар як ҳунарманди кандакор ин ҳунарҳоро хуб меомӯзад ва дар натиҷа метавонад ки дар санъати кандакорӣ мақоми шоистаро касб намояд. ҳунарҳо дар замони соҳибистиқлолӣ дубора эҳьё гаштанд. ҳар як ҳунарманд дар хона, дар корхонаҳои дузандагӣ ва эҷод ба духтани либосҳои гуногун машғул мешавад. занону духтарон бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин солҳо бо ҷойи кор таъминанд ва онҳо бо истифода аз ин дастгириҳо ҳунарҳои гуногунро омӯхтаву барои мизоҷон хизмат мерасонанд. завқ ва нигоҳи ҳунармандон дар омода намудани либосҳо зеботар гаштаву бо тарҳи тоза ва навгониҳо дилхоҳ пироҳанро тайёр мекунанд.
صاحب استقلالی برای بنیاد کارگاه‌های دوزندگی با جلب زنان و دختران زمینه واقعی گذاشت. هر یک بانوی کشور از آن افتخارمند است که با وسیله هنرمند گشتنش با جای کار تامین بوده در پیشرفت دیار و آبادی روزگار سهم گذاشته می تواند. کاخ فرهنگ یکی از انشاءات مهم نوبنیاد شهر باختر است که با شکل خیلی هم زیبا بنیاد شده است. هنرمندان بخش فرهنگ با استفاده از این شرایط ها سعی می کنند تا بهترین ترانه های خلقی را ایجاد نمایند. امکانیت و شرایط‌ها در سمت بنیاد کاخ و قصرهای باشکوه در تمام کشور خوب به راه مانده شده. هنرمندان با شرایط‌های معاصر فعالیت خویش را پیش میبرند. تئاتر ولایتی موسیقی مسکوی به نام عطا محمد جانوی شهر باختر. ما چون قدم خویش را به آستانه تئاتر میگذاریم، در حال شکوه و حشمت این تئاتر مفتونمون میسازد. اینقدر جالب و زیبا، خوش‌طرح و مفتون کننده بنیاد کردن تئاتر از ذوق و سلیقه معماری تاجیکان شهادت می‌دهد که ریشه از تاریخ قدیم می‌گیرد. ما در تمام موضع‌های تاریخیمان شاهد آن می‌گردیم که دیوارها هنوز در زمان‌های خیلی پیش آغاز زندگی گذشتگانمان با نقش‌های خیلی زیبا و رنگین آرا داده شده بودند که نسخه اصل این دیوارنگاره‌ها را در تمام آثارخانه‌های کشور می‌بینیم و واقعاً هم افتخار می‌نماییم. امروز در بنیاد هر یک انشاءات فرهنگی و سیاحی ما نمونه عالی هنر و صنعت تاجیکان را برای مهمانان معرفی کرده می توانیم. در این شرایط خوب هر یک هنرمند با قلب پر از فرح پی اجرای رسالت خود می گردد. لحظه تمرین نمایشنامه جدید. تو آیله داری چی داخل داری؟ اینا جان میدونی چی؟ تو در آزمونی تورپزرش رو میکنی، خولی میوی و ما تو رو باز دوباره کلی میکنیم. چی گفتیم اینا جان؟ بیا رفتیم من همش رو به تو میفهمم. امروز هنرمندان تئاتر ما از روی نقشه رپرتواری فعالیت خود را آغاز کردند با نمایشنامه عروسی خپک از روی اثر جمعه خدوس. در کارگردانی هنرمند جوان، کارگردان جوان بهرام قربانزاده، امروز هنرمندان ما این نمایشنامه را انتخاب کردند، از جانب شورای بدیع تئاتر یعنی قبول گردید و الکی خانه شیری میزی رفته ایستاده است و امروز روز اول است که در صحنه الکی هنرمندان ما یعنی که توسط هم دفترهای خود هم عملیات ها فعالیت خود را آغاز کردند، یعنی که تمرین ها از امروز در صحنه کلان الکی آغاز شد و این هم باشد برای تماشابینان عزیز، برای تماشابینان ساحه تئاتر
یک نمایشنامه خیلی هم خوب است. این نمایشنامه از روزگار یک اویله یعنی که خبر میدهد به تماشابین یعنی که کلینی نو آوردند در این خانه و بسیار خوشتومن یعنی که بدبینی میکند کلین رو و در اینجا تمام بازی های کلین توسط یاردمی شوهرش یعنی که برای مادرش کاری کند که همین کلین پسند بیاید و در آخر چنین هم می شود که مقصد کلین پسند میاید یعنی که با هر گونه نقاب ها. فکر میکنم که نمایشنامه‌ای که ما روی صحنه میاریم البته پسندی تماشاوی نیز میگردد زیرا نمایشنامه محض داغ روز است یعنی که بیننده عزیز پیوسته از همین واقعه ها در زندگیشون پیش نظرشون میگذارد. امروز در حقیقت ما شکرگزاری از غمخواری های فرهنگ پرورانه پیشوای ملت میکنیم که به ما یک فضای خوب ایجادی رو مهیا ساختن چون یک بنا برای ما هنرمندان یک تحفه بی‌نظیر است چون هنرمندان ما همیشه از پی ایجاد هستند یک محیط تازه یک محیط خوب یک شرایط خوب رو همیشه نگاه بین میکردن و امروز صد شکر که ما امروز با این شرایط های خیلی هم زمانوی سزاوار گشتیم و امروز هنرمندان ما می توانند تنها ایجاد کنند فعالیت خود را نشان دهند مهارت خود را در این جاده بسیار هم مشکل نشان بدهند. وقتی کس به تئاتر وارد می شود درحال اندیشش را دنیای پر از راز تئاتر هنرمندان نمایشنامه ها اونقدر به زودی جلب می نماید که گویا در زندگی واقعی قرار داشته باشیم. بیننده را این فضا به خود می کشد. ما را هر سخن، هر رفتار و هر نقش هنرمند به رازهای نهفته تئاتر و این صنعت اصیل نزدیک می سازد. در خیال هر لحظه زندگی پیش نظر می آید. نقش تئاتر در روزگار ما بسا هم بزرگ است. ما از این صنعت تربیه می گیریم. خود را در می یابیم. جای وارد این نقش ها می شویم. با هنرمندان گفتگو می کنیم و باز هم درک می نماییم که روزگار همین گونه شیب و فراز دارد. آن را با صبر، تحمل و اندیشه سالم پس سر می باید کرد. هنرمندان تئاتر در هر نقش ما را با لحظه های گوناگون زندگی آشنا می سازند. شرایط های مهیا گشته البته امکان می دهد تا بهترین نمایشنامه ها پیشنهادی تماشابین گردانیده شود. در سرزمین آباد ما مهمانان با شوق و ذوق بلند به سیر و گشت مشغول می شوند. آنها در هر گوشه سرسبز و خرم دیار با قلبی پر از فرح استراحت می کنند. وطن در آغوش دستاوردهای بزرگ و بی‌نظیر استقلال شراری دیگر دارد. مهمانان در وطن ما شامگاهان با استراحت خوب فرا گرفته می شوند. هر یک فرد خودآگاهی کشور شکرانه آبادی و آسودگی تاجیکستان را می کند. تاجیکستان صاحب استقلال دیار آباد و دارای امکانیت‌های بزرگ سیاحی است. سیر و گشت برای سیاحان در دلخواه لحظه پسند می آید. باختر شهری است که برای سیاحان امکانیت و شرایط‌های مساعد را فراهم دارد. مهمانان در هر گوشه‌اش استراحت خوب را کرده می‌توانند. محبت و
صمیمیت مردم تاجیک همیشه برای سیاحان خوش و دلپذیر است. تاریخ و فرهنگ، عرف و عادت، هنر و عنعنه‌ها، طبیعت دلپذیر و بی‌نظیر تاجیکستان را ما البته با افتخار به مردم دنیا معرفی می‌نماییم.